این سکه ها تاریخ بیش از 10 عصره دارند. پیدایش آنها به زمان موجودیت اولین دولت تاجیکان سامانیان راست میآید، ولی سکه ها در سالهای حکمرانی امیران گوناگون این سلاله ساخته شدند که این معلومات تا امروز ها نامعین بود. همینک با نشر کتاب گنجینه کلاب نومیزمات و اپیگرافیست تاجیک عبدالولی شریف زاده تاریخ پیدایش این سکه های گرانبها به علاقمندان تاریخ مشخص گردید. گنجینه کلاب در اساس تحقیق دفینه بزرگ سکه های سامانی که از کلاب بازیافت شدند تالیف گردیده 1405 درهم و 104 درهم پاره را در بر گرفته است. این دفینه کلانترین گنجینه درهم های سامانی در آسیای میانه می باشد. اهمیت علمی این اثر پیش از همه در آن است که آن به تحقیق گنجینه نو و تا حال آموخته نشده بخشیده شده دایر به سکه سازی و معاملات پولی ختلان در زمان سامانیان معلومات های نو می دهد. تا یافت شدن همین گنجینه در بین عالمان فکر وجود داشت که درهم‌های سامانی اساساً برای تجارت بیرونه برآورده می‌شدند، چون که در روسیه و اروپا صدها گنجینه‌های بزرگ همین درهم‌ها یافت شدند و در خود آسیا میانه آنها کم یافت شده بودند. اما بازیافت همین گنجینه امکانیت داد که به این مسئله تجدید نظر کرده شود و در اساس این گنجینه معین کرده شد که درهم‌های سامانی نه تنها برای تجارت بیرونه بلکه در داخل دولت سامانیان هم در معاملات پولی و تجارت نقش معین داشتند. در مراسم رونمایی کتاب گنجینه کلاب در استورخانه ملی تاجیکستان عالمان، دانشمندان، نمایندگان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان و استادان و دانشجویان دانشگاه و دانشکده‌های عالی کشور و دیگر مؤسسه‌های علمی تحقیقاتی اشتراک و سخنرانی نمودند. ذکر شد که دایر به گنجینه‌های درهم‌های سامانی اثرها و مقاله‌ها چاپ شدند، اما در یگان تای آنها این سکه‌ها گروه‌بندی مفصل نشدند. در این راستا کتاب گنجینه‌های کلاب یگانه می باشد. در این گنجینه 60 نمود و 79 گزینه درهم‌ها معین و شرح داده شدند. اوج بلند انکشاف سکه سازی در دولت سامانیان از جمله در خطر به دوره حکمرانی نصرالدین بن احمد به اول عصر نو راست می‌آید و همچنین در این کتاب بسیار مسائل دیگری مربوط به تاریخ و معاملات پولی دوره سامانیان از جمله ولایت خطر حل و بررسی کرده شدند که در علم یک چیز خیلی مهم میباشند و با علم وارد کردن همین معلومات همین یک گنجینه بزرگ این خودش یک دستاوردی مهم علمی میباشد. با گفته عالمان و تاریخ‌شناسان دستاورد مهمی مؤلف کتاب کشف ضربخانه سامانیان در بخش میباشد که تا حال معلوم نبود. ویژگی دیگری گنجینه کلاب این است که در آن سکه‌های ضرب خوتل به مقدار 581 دانه موجودند. این در حالی است که در گنجینه‌های دیگر درهم‌های سامانی خوتل نه بیشتر از 1-2 دانه میباشد. علاوه بر این باری نخست فهرست مکمل این گنجینه ترتیب یافته در این کتاب ضمیمه شده است.